100% به نظر من اسرائیل روی مسیر بسیار درستیه. من دعوت شدم به پارلمان اسرائیل و اونجا واسه اولین تنها ایرانی که در پارلمان اسرائیل صحبت کرده تا الان، و اونجا من یه صحبتی رو کردم که نباید ترسید از حمله به مراکز هسته‌ای، به مراکز سپاه و خونه سردمداران رژیم. این واسه اولین بار گفته شد. 48 تا مصاحبه من در 2 روز در اسرائیل داشتم. یعنی شما موافقین که حمله نظامی بشه به ایران، به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی مثل بوشهر و نتنز، فردو دیگه کجا؟ نتنز مراکز هسته‌ای. خیلی ها مخالفن با شما. خب مخالف باشن، یعنی اینا اگر نه راجبه که اسرائیل داره چیکار میکنه، راجبه حمله به ایران. ببینید این حمله به ایران نیست. میگم که بالاخره شما حتما در جریانید که یه گروه زیادی از اپوزیسیون ایران با هر گونه حمله نظامی به ایران بله 100%. خب ما اون گروهی هستیم که میگیم که قطعاً باید حمله نظامی به جمهوری اسلامی بشه به عنوان ساپورت به مردم ایران. من در اسرائیل هم گفتم، در آمریکا هم گفتم، در مجلس انگلستان هم بارها گفتم. بعد مثلا چه گارانتی هست که این وسط مثلا حالا بزنن جمهوری اسلامی مردم بی گناه آسیب نبینن؟ کامبیز جان، من یک شعاری در اصل چند سال پشتم نوشتم، الان تو کمپ هم هست. نوشتم ما در جنگی تمام عیار با دشمن متجاوز هستیم، باید تابع قوانین جنگی باشیم. اولا این که خیلی جالبه، میگم به ایران نیست حمله، ولی مثلا به سایت‌های هسته‌ای و به خونه رهبران و به فلان مراکز، خب اینا در خاک ایرانن دیگه. این ادعا که شما این حملات رو میکنید و به کسی هم آسیب نمیرسه از مردم ایران، اولا دروغه. یعنی به هیچ وجه همچین چیزی نیست. ثانیاً اگه از نظر سیاسی اصلا بگیم خب یه سری کشته بشن ولی نتیجه سیاسی خوبی قرار داشته باشه، کجای دنیا در تاریخ کی بوده که شما یه حملات اینجوری کردید و این لزوما به یک حمله به یک نتیجه سیاسی خوب منجر شده؟ یعنی کی میگه که مثلا شما الان تمام سایت‌های هسته ایران رو بزنین؟ کی میگه مثلا ما به دموکراسی و یا به یه چیز بهتری میرسیم در ایران؟ و یا ایران مثل عراق بعد از حملات سال 1990 به یک جای نیمه ویرانه‌ای بدل بشه که حالا صدام در قدرت بود تا سال 2003 که دوباره تو اون حرکت سرنگونش کردن. حمله نظامی به ایران هیچ بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی نیست. خوشبختانه ایشون یک نفره، شخصیت‌های بسیار زیادی هستن، هاشون نام بردم، نماینده که رپرزنتیتیو هستن، واقعا یعنی نماینده بخش‌های مختلف هستن، به هیچ وجه همه هم صدا مخالف چنین چیزی هستن و نتایج مثبتی هم نخواهد داشت. عصبانیت نداره که داریم گفتگو می‌کنیم. ولی ببینید ببخشید که شما خواست کشته شدن اقوام و فامیل و دوستان ما رو در کشور به هیچ عنوان خیلی به گفتگو نیست. به هیچ حالا خواهیم دید به هر حال در ایران مگه در همین حمله محدود مردم ایران ببینید شدن یک شهروند غیر نظامی، یعنی تمام سربازان یونیفرم پوش ایران کشته بشن اشکال نداره. به هیچ عنوان دیدن نادیده ها